بابا نزن دیگه اینا رو به صورتت. با شما هم هستم ها. 5 تا کاری که اگه انجام بدی هم پوست صورتت رو داغون کردی، هم تمام پولات رو دور ریختی. اولیش اسکراب‌های ریز و درشتی که باعث آسیب و میکروتروما به سلول‌های پوستیت میشه و ریز زخم‌های ایجاد میکنه که به مرور زمان باعث تضعیف سطح دفاعی پوستت میشه و پوستت رو دهیدراته و خشک و حساس میکنه. مورد دوم صابون‌های قالبی که برای شستشوی صورت ازشون استفاده میکنی. این صابون‌ها pH قلیایی خیلی بالایی دارن و چربی‌های مفید پوست رو از بین میبرن، در نتیجه پوست رو خشک میکنن و باعث به وجود اومدن پیری زودرس میشن. مورد سوم دستمال مرطوب کننده هایی که برای پاکسازی پوست ازشون استفاده میکنی. این دستمالا به خاطر الکل و مواد تخریب کننده‌ای که داخلشون وجود داره، به جای اینکه برای پوست مفید باشن، بیشتر مضر واقع میشن. مورد چهارم ماسکای چینی فیکی که به خاطر اسانسایی که دارن باعث تحریک و التهابات پوستی میشن، به خصوص اگه پوست حساسی داشته باشی که دیگه واقعیه. مورد پنجم روغن نارگیلی که جدیداً خیلی ازش دارن استفاده میکنن. به شدت این ترکیب جوش‌ساز به دلیل اینکه باعث انسداد منافذ پوستی میشه. حالا اگه میخوای نکات آموزنده بیشتری یاد بگیری و بیشتر به سلامت و زیبایی پوستت ارزش و اهمیت بدی، پیشنهاد میکنم پیجمو از دست ندی.